اسم من استیلتون است. جرونیمو استیلتون. به نظر خودم یک موش خیلی معمولیم. یک شغل نسبتا معمولی دارم. سردبیر روزنامه‌ای هستم به نام جریده جوندگان. محبوب ترین روزنامه نیوموسیتی. از چیزهای معمولی خوشم می آید. سلام بچه ها، من آرسنم. این چنل آرسن بوک اند میوزیک. من میخوام توی این چنل براتون کتاب بخونم، گهگاهی هم براتون پیانو بزنم. این کتاب ماکاموشی جزیره جوندگان جسوره که یه جزیره است، موشا تو زندگی میکنن. این کتاب اسمش هست اسم من استیلتون است، جرونیمو استیلتون. و این کتاب 16 چندین جلد داره. 16 جلدش به فارسی ترجمه شده و من میخوام از جلد 4 براتون بگم. نویسندش که خود جرونیمو استیلتون است، مترجمش هم فریبا چاوشی. دیگه این هم از این. اینجا در مورد جرونیمو نوشته، گفته جرونیمو استیلتون در جزیره ماکاموشی شهر نیوموسیتی متولد شد. کودک که بود، خانواده استیلتون او را به موش خواندگی پذیرفتند و در همین شهر بزرگ شد و به دانشگاه رفت. بچه‌ها، آدما میگن فرزند خواندگی، تو ماکاموشی میگن موش خواندگی. جرونیمو نویسنده سرشناس است، همینطور روزنامه نگار و مدیر مسئول انتشارات استیلتون و سردبیر جریده جوندگان، مشهورترین روزنامه جزیره. بچه‌ها، مدیر مسئول یا همون سردبیر یعنی رئیس روزنامه و جریده هم یعنی روزنامه. آقای استیلتون مرتب در پی ماجراجویی‌های تازه است تا برای کتاب‌هایش قصه‌های هیجان انگیز دست و پا کند. خودش که میگوید کمی بزدلموش است، ولی همیشه آخر هر ماجرایی اوست که قهرمان می شود. بچه‌ها، آدما میگن بزدل یعنی ترسو، تو ماکاموشی میگن بزدلموش. جرونیمو استیلتون تا معما را حل نکند از پا نمی نشیند. چیزهایی که شاید دلتان بخواهد درباره جرونیمو بدانید: از هالووین متنفره، به دارچین حساسیت داره، سفر که میره موشگیجه میگیرد، توی دنیا بیشتر از هر چیزی از گربه ها میترسد و عاشق و شیدای آدامس پنیری است. بچه‌ها، تو ما آدما میگن سرگیجه، تو ماکاموشی میگن موشگیجه. بچه‌ها، اینجا تحریریه روزنامه جریده جوندگان. تحریریه یعنی جایی که روزنامه رو درست میکنن. در جزیره ماکاموشی کی چه کاره است؟ جرونیمو استیلتون موش زیرک و خوشفکر، سردبیر جریده جوندگان. تو استیلتون خواهر جرونیمو و خبرنگار ویژه جریده جوندگان. تراپولا استیلتون یک موش دلقک و بینمک، پسر عموی جرونیمو و صاحب مغازه خرت و پرت فروشی. بنجامین استیلتون موشچه 9 ساله شیرین و دوست داشتنی، برادرزاده تو دلبروی جرونیمو. اوضاع کار توی دفتر روزنامه خیلی شلوغ و درهم شده بود.
آنقدر کار سرم ریخته بود که ماها وقت نکرده بودم موی سرم را کوتاه کنم. باید راه حلی پیدا می‌کردم. آن وقت یک فکر عالی به سرم زد. تصمیم گرفتم یک دستیار استخدام کنم. یک آگهی توی روزنامه چاپ کردم و صدها موش سابقه کارشان را برایم فرستادند. همشان را خواندم. یکیشان از همه بهتر بود. گفتم این دقیقاً همون موشیه که دنبالش میگردم. زنگ زدم به منشیم موشلا و ازش خواستم بیاید دفترم. گفتم موشلا لطفاً همین الان یه قرارداد جفت‌وجو کن. یه دستیار همه چیز تموم پیدا کردم. اینجا نوشته اسمش پینکی پیکه. جوونه و باهوشه. مهارت‌های کامپیوتری محشری داره و به آخرین اخبار روز کاملا آگاهه. دقیقاً همون چیزی که ما میخواهیم. یک موش بروز. موشلا اخم کرد و پرسید نمیخواهین اول بیاد اینجا باهاش مصاحبه کنین؟ دلم نمیخواست صبر کنم. پینکی پیک به نظر محشر می آمد. گفتم احتیاجی به مصاحبه نیست. من سالهاست که سردبیر روزنامه ام. کافیه پوزه یه جونده رو ببینم فوری میفهمم کارش خوبه یا بده. دارم با سیبیل هایم حس میکنم که پینکی قراره توی کارش محشر بشه. موشلا گفت بله همینطوره، ولی مطمئنین که پریدم وسط حرفش. سیبیل های من هیچ وقت به هم دروغ نمیگن. دلم نمیخواست بیشتر از این جر و بحث کنم. کاملا مطمئن بودم که درست میگویم. وارد ساختمان شدم و از یک راهروی طولانی که با کاغذ دیواری زرد پوشانده شده بود گذشتم. بعد در دفترم را باز کردم. یک خروار کاغذ زمین و میزم را پوشانده بود. جیر کردم آخ کپک پنیرش بزنم. بچه ها آدما میگن جیغ زدم، ولی تو ماکامیشی میگن جیر کردم، چون موشا جیر جیر میکنن. آدما میگن گندش بزنن، اما تو ماکامیشی میگن کپک پنیرش بزنم. چقدر کار ریخته سرم. خدا رو شکر که دستیار جدیدم امروز میاد اینجا. 1 دقیقه بعد دوباره در اتاقم را زدند. بیان که سرم را از روی کاغذهایم بلند کنم جیر زدم گفتم که سرم شلوغه، ولی به هر حال در باز شد. یک مشت دختر نوجوان جلویم ایستاده بود. انگار 15 سال بیشتر نداشت. موهایش مشکی بود و پوزه نوک‌تیزی داشت. بیشتر از همه لباسهایش توجهم را جلب کرد. باورم نمیشد چی میبینم. کفشهایش خیلی گنده بود. یک جفت کتانی صورتی جلف با پاشنه‌های خیلی بلند شفاف پوشیده بود. از آنها که تویشان پیداست توی پاشنه‌هایش آب بود و توی آب ماهی‌های صورتی پلاستیکی شناور بودند. ته
تشنه‌اش یک چراغ چشمک میزد و ماهی ها را روشن و خاموش میکرد. بقیه لباسهایش هم همانقدر مسخره بود. یک شلوار چسبان سبز روشن با یک گرمکن زرد گلوگشاد که مثل پنیر سوئیسی پر از نقش چاله چوله بود. همش این نبود، یک کوله پشتی پلاستیکی شفاف هم انداخته بود پشتش. یک سالنامه با جلدی پوشیده از خز مصنوعی گربه از بند کوله اش آویزان بود. رنگش صورتی بود، درست به جلفی کفش‌هایش. موش صورتی پوش جیر زد: اسم من پیکه. گفتم عالیه خانم کوچولو. برگشتم سر وقت کاغذهایم و گفتم اسم من هم استیلتونه، جرونیمو استیلتون. اگه دنبال دفتر مجله میکی موشه و انتشارات موشه ها میگردی اشتباه اومدی. دخترک گفت من دنبال مجله میکی موشه نیومدم. بهت گفتم اسم من پیکه. اسمش به نظرم آشنا بود. بعد یادم افتاد پینکی پیک اسم دستیار جدیدم است. پرسیدم دنبال مامانت میگردی؟ من هم منتظرشم. قراره از امروز واسه من کار کنه. موش کوچولو خم شد روی میز من. چشمهایش برقی زد و گفت نه، اونی که قراره واسط کار کنه منم. اسم من پینکی پیکه. من دستیار جدیدتم. گرفت چی میگم رئیس؟ هیچ کس تا حالا من را رئیس صدا نکرده. اصلاً از این اسم خوشم نمی آید. خب خلاصه میرسیم به اینجا که قریباً پنیرا. بچه ها آدما میگن عجیباً قریبا، ولی تو ماکاموشی میگن قریباً پنیرا. این موش کوچولو دیگر داشت اعصابم را خطی میکرد. گفتم گوش کن خانم جوان، من یه دستیار کاملا حرفه‌ای میخوام. نه یه موشچه‌ای مثل تو. حالا لطفاً برو بیرون و بذار به کارم برسم. خلاصه میرسیم به اینجا که گفتم مطمئنم نمیتونی کمکم کنی. باید یه مقدار اطلاعات درباره یه جور پنیر خیلی کمیاب پیدا کنم. دارم درباره‌اش یه مقاله می نویسم، اما حتی نمیدونم اسمش چیه. فقط میدونم توی یه روستای کوچیک توی جنگل فسیل درست میشه. باید بدونم چجوری درستش میکنن و قیمتش چقدره. پینکی پیک نیشش را باز کرد و گفت بسپارش به من رئیس. هر چیزی رو که بخوای 3 سوته توی اینترنت پیداش میکنم. کافیه یه کامپیوتر بذاری جلوم. باورم نمیشد. نیم ساعت بعد کار پینکی پیک تمام شده بود. گفت بفرمایید، پنیری که دنبالش میگردی اسمش مگا پنیره. توی یه موشاباد ییلاقی درست میشه. هر سال فقط 7 تا قالب پنیر تولید میکنن
به خاطر اینکه برای درست کردن فقط 1 کیلو از این پنیر 3000 دبه شیر استفاده میکنن. خیلی مقویه و خیلی هم گرونه. سیبیل هایم آویزان شد. پرسیدم چجوری اینها رو پیدا کردی؟ پینکی شانه بالا انداخت و گفت خیلی سخت نبود. هر کی جای من هم بود میتونست پیدا کنه. زیر لبی گفتم خب حالا که فکرشو میکنم میبینم شاید یه کارهایم از دستت بر بیاد. البته فقط کارهای کوچیک. نگاهی به یادداشت‌هایم انداختم و گفتم یه کاری برات دارم. تازگی‌ها فازی بدفاز اومده نیوموسیتی، خواننده معروف راک. همه خبرنگارها یه شهر میخوان باهاش مصاحبه کنن. به پینکی گفتم فازی هیچ وقت با کسی مصاحبه نمیکنه. از اون موشهای بداخلاقه. حتی تو هم نمیتونی کاری کنی. هیچ کس نمیتونه. ورش کن. یه نفر دیگه رو پیدا میکنم. ولی پینکی دیگر بند اسکیت های چرخدارش را بسته بود. دستش را گرفت، لبه میز من رو ویژی رفت طرف در. جیر زد با مصاحبه برمیگردم. میخواستم از سر راهش بپرم کنار ولی وقت نشد. خانم موش کوچولو با اسکیت از روی دمم رد شد و رفت. پینکی 2 ساعت بعد سوار اسکیت هایش از راه رسید. گفت این هم از مصاحبه‌ای که خواسته بودی رئیس. حتی چند تا عکس هم ازش گرفتم. داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. خب بچه ها دیگه ازش میپرسه چجوری تونستی، براش توضیح میده و بهش میگه من هم میخوام زندگی نامه فازی بدفاز رو بنویسم. فکر این که پینکی را اخراج کنم از ذهنم پرید بیرون. زندگی نامه فازی بدفاز؟ این خبر از مصاحبه هم بیشتر میترکاند. پینکی پیک نیشش را باز کرد. نشست و دوباره پنجه هایش را با آن کتانی های گنده گذاشت روی میز. بهش اشاره کردم پنجه هایش را از روی میزم بردارد. گوش نکرد. به جایش برایم شکلک در آورد. همه چیز راستوریز شد. قرار شد پینکی پیک دستیار جدیدم شود و مصاحبه و زندگی نامه فازی بدفاز توی جریده جوندگان چاپ شود. فردا صبح زود به دفترم رسیدم. آماده یک روز خوب و آرام بودم. ولی هنوز کلوچه پنیریم را هم تمام نکرده بودم که پینکی پیک عین فشنگ پرید توی دفترم. جیغ کشید یه خبر دارم رئیس. با امیدواری پرسیدم خبر جدید از فازی؟ پینکی گفت نه، یه خبر مهمتر. یالا بپرس چیه؟ گفتم خیلی خوب پینکی، چه خبری؟ پینکی رفت کنار و جیغ کشید دادادادام. یک مشت دختر پشت سر پینکی ظاهر شد. این یکی هم انگار 14 سالش بود. پرسیدم تو دیگه کی هستی؟
دخترک با خجالت گفت اسم من مری ملودیه. پرسیدم مگه الان نباید مدرسه باشی؟ پینکی خندید و گفت الان تعطیلات کریسمسه، مدرسه‌ای در کار نیست. راستی این مریه، دستیار جدیدم. جیر زدم دستیار؟ کی بهت گفته اجازه داری دستیار داشته باشی؟ پینکی جواب نداد. به جایش سالنامه گنده‌اش را از روی کوله پشتیش جدا کرد. بازش کرد و معلوم شد داخلش یک ماشین حساب هم جاسازی شده. گفت تند چند تا از دکمه های ماشین حساب را فشار داد و توضیح داد با کمک مری زندگی نامه فازی رو زودتر می نویسم. به جای 2 ماه 1 ماه می نویسم. خب دوستان، اگر از این داستان خوشتون اومده لطفا لایک کنید، چنل من رو سابسکرایب و دنبال کنید تا ادامه داستان رو توی ویدیوی بعدی ببینید و بشنوید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.